پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 5 ژانویه سال 2023 با امضای چندین فرمان و امر و قرارهای حکومت در هیئت حکومتش یک سلسله تغییرات کادری انجام داد. از جمله قربان حکیمزاده از وظیفه رئیس ولایت ختلان آزاد کرده شده به جای سید کریمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان تعیین شد. به کدام وظیفه دیگر گذشتن سید کریمزاده گفته نشده است. دولت علی سعید از مقام معاون اول سروزیر آزاد کرده شده به جای حکیمزاده رئیس ولایت ختلان تعیین شد. همین طور گلنوره حسنزاده از وظیفه مدیر اگنتی آمار آزاد گردیده به جای شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان تعیین شد. همزمان با قرارهای حکومت عبدالغفار رحمانزاده از مقام معاون اول وزیر مهنت و نورالله محمدالله زاده از مقام معاون وزیر مهنت آزاد کرده شدند. شرح داده نشده است که شیرین امانزاده و این دو معاونش به کدام وظیفه دیگر گذاشتند. به جای حسنزاده با فرمان پرزیدنت جمشید نور محمدزاده رئیس سابق بانک ملی به مقام مدیر اگنتی آمار تعیین گردید. همزمان با امرهای پرزیدنت شادمان شاکرزاده به سبب به نفقه رفتن از مقام معاون اول مدیر اگنتی آمار آزاد کرده شده به جای او به این مقام اسو نورالله تعیین کرده شد. با فرمان پرزیدنت همچنین ظفربک دولتزاده از وظیفه رئیس ناحیه باباجان غفورف ولایت سوخت بزرگترین ناحیه این ولایت و تاجیکستان آزاد کرده شد. او بلافاصله به جای خالمراد رحمان دیرکتور اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین شد. به چه وظیفه دیگر تعیین شدن خالمراد رحمان گفته نشده است، ولی سراج‌الدین زاده باردین از وظیفه معاون یکم دیرکتور اگنتی بهداشت زمین آزاد کرده شده رهبر اگنتی صادرات حکومت تاجیکستان تعیین شد. رهبر سابق این اگنتی شفقت بابازاده ماه سپتامبر با جرم تماجویی به مبلغ 1,000,000 سومانی از یک شرکت خارجی به حبس گرفته شده است. به جای محمد سید زویزاده که از دنیا گذشت، نظام میرزازاده رئیس نو اگنتی ساختمان و معماری تعیین شد. نظام میرزازاده تا کنون معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان بود.